سلام، اومدم با یک انرژی خوانی تاروت برای 5 روز آینده که میشه تا آخر این هفته. تاروت داره نشون میده که تا آخر این هفته شما باید خیلی متکی به حس شهودتون باشین. به فکر یه برنامه‌ریزی در مورد مسائل خانه و خانواده‌تون هستید. یه مقداری از لحاظ مالی دچار عدم ثبات شدین. تو انتخابات و تصمیماتتون سردرگمین. هم از لحاظ مالی هم یه جوری از لحاظ احساسی. یه خبر و پیامکی مسیج از طرف یه آدمی که قبلا تو زندگیتون بوده و باهاش خاطراتی دارین براتون تو این هفته تا آخر این هفته هست. این آدم میتونه یه آقایی باشه برای خانوما، یه آقاییه که یه کمی خودرأی خودمحوره، مستقل، شخصیت قوی داره. تصمیم گرفته که دوباره به شما برگرده و دوباره بهتون پیشنهاد بده و بتونه یه رابطه جدیدی رو از نو با شما شروع کنه و این رابطه رو پیش ببره. البته احساس میکنم یه جورایی جزء انتخابای شما نیست دیگه، ولی بعدتونم نمیاد که دوباره یه محکی بزنین و یه شروع دوباره باهاش داشته باشین. ولی حواستون باشه که از تجربه‌های گذشته‌تون استفاده کنین، از شهودتون کمک بگیرین. موفقیت براتون میبینم. شما تصمیم گرفتین اون چیزهایی رو، اون موارد و مسائلی رو که دیگه به نفع شما نیست و خدمتی به شما نمیکنه رو کنار بذارین، ازش فاصله بگیرین. این باعث میشه که فشار زندگیتون کمتر بشه، خستگیتون کمتر بشه، باری از رو دوشتون برداشته میشه. این هفته با سرعت تصمیم میگیرین که خیلی براتون موفقیت آمیزه و پایان یک مرحله از زندگیتونه که درس‌های خیلی زیادی داخلش به دست آوردین و شروع موفقیته. در کل اون چیزی که من دارم میبینم با توجه به کارت‌های تاروت هم تا آخر هفته چالش هایی دارین، هم از لحاظ احساسی هم از لحاظ مالی، و سردرگمی ها و دودلی ها و شک هایی دارین، ولی با توجه به تجربیات گذشته و حس شهودتون میتونین تصمیمات خوبی رو بگیرین و شروع های تازه و پر از موفقیت داشته باشین. به امید خدا. روز و روزگار خوش.